بارها اینو گفتم. این دعایی که تو ماه رمضان وارد شده بعد از هر نمازی بخونید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغن کل فقیر تا آخرش، جمله به جملهش یه چیزه: خدایا در اهل قبرها شادی داخل کن. روایت داریم کی اتفاق میفته؟ زمان ظهور امام زمان. خدایا همه فقیرها غنی بشن. کی میشه؟ امام زمان بیاد. خدایا همه اونهایی که قریبا برگردن. کی اتفاق میفته؟ زمان ظهور امام زمان. تمام جملاتش دعا برای فرج حضرت. ماه رمضان ماه توجه به امام زمان. فرصت رو از دست ندیم تو این ماه. ارتباطمو با امام زمان بیشتر کنم، توجهی بیشتری بکنم، یه حساب خاصی باز کنم، یه ذره دلبری کنم تو این ماه برای امام زمان، یه ذره قوم صدقه حضرت برم. جوون‌ترا، بزرگترا، خانمایی که صدا میشنوید، بزن 5 دقیقه بشینیم با امام زمان حرف بزنیم. بزن 5 دقیقه بشینیم با امام زمان حرف بزنیم. هر چی دلمون می‌خواست بگیم، از هر چی خواست زندگیمون بگیم.